یک کسی که در محفل خود در حرام بود، شما در محفلش اشتراک نکنید. دوستای گرامی، در محفلش اشتراک نکنید. پشتی نگرده که والا خیلی شما از خفه میشه، بانش خفه شود. من و شما به این اصل نشدیم که بر رضایت مردم زندگی بکنیم. من و شما اصل به این شدیم که بر رضایت الله و رسول زندگی بکنیم. آنچه الله متعال دستور داده عمل کنیم، آنچه را نهی کرده دوری کنیم. خیش قومی که با طریقه اسلام زندگی نکند، مخالفت با الله و رسول داشته باشد، ما چه کنیم اینطور قوم؟ همین قومی که واقعا دوستی و محبتشان به خاطر الله نباشه، ما چه کنیم این قوم؟ بسیار همین قومای ما را بسیاری پرسان میکنن فلانی را میشناسی؟ میگن نه نمیشناسیم. اگه نه طوری چرا که در محفل های شر اینها ما اشتراک نمیکنیم. ولو که عروسی داشته باشه خیش قوم، در محفلش رقص و موسیقی و امثال هم باشه، ما اشتراک نمیکنم، حتی نامش نمیکنم. دوستو عزیز، ما در همین محفلی که خیش قوم برگزار میکنن که موسیقی و امثال هم برگزار میشه، من نانش نمیخورم. در مجلس نکاحی از اونها چی نمیکنم، اشتراک نمیکنم، نمیشیم. این چی ماست؟ عقیده ماست. و نان خود را روادار نمیبینم بخورم مگر کسایی که هم عقیده باشه. یک کسی که در محفل خود در حرام بود، شما در محفلش اشتراک نکنید. دوستای گرامی، در محفلش اشتراک نکنید. پشتی نگرده که والا خیلی شما از خفه میشه، بانش خفه شود. من و شما به این اصل نشدیم که بر رضایت مردم زندگی بکنیم. من و شما اصل به این شدیم که بر رضایت الله و رسول زندگی بکنیم. آنچه الله متعال دستور داده عمل کنیم، آنچه را نهی کرده دوری کنیم. در فکر رضایت مردم نباشیم که مردم فلانی از ما راضی شود. این مردم از شما راضی نمیشه. یک مردمی که فهم کلمه خود را نفهمه، کلمه را بخونه، بره زنا بکنه، شراب بخوره، دزدی بکنه، لواطت بکنه، قبر پرستش بکنه، پیر پرستش بکنه، صدها عمل شرکی را انجام بده، چطور میتونی که این رضا بسازی؟ یک کسی که با گفتن کلمه اصلاح نشد، کلمه خود را درک نمیکنه، نمیخونه، نماز خود را نمیفهمه، معنی نماز خود را نمیفهمه، چطور میتونی بر رضایت از این کار بکنه؟ در محفلش ببین که موسیقی و شراب و بازی و بید بازی است، چطور میتونی با این؟ ولو که خیش قومت است، ولو که بیادرت است، در محفلش اشتراک نکن، نانش نخور. نانش حرام است، حرام. یک مسلمان در محفل حرام اشتراک میکنه، شما بگوید قومداری رو طرف کنه. اما هر کسی که بود به حق نبود تو طرف باشه. برادرای اصلی ما و شما کسایی هستند که کلمه اسلام را بخونن. این برادرایی که ولو که یک پدر مادر باشه که میبینیدش که مخالفت با الله و رسول داره، او طرفش کو، قطع روابط بکو کتش. بازگان تا میارن حدیث میخونن که رسول الله منع کرده از قطع صله رحمی. بله، قطع کرده با برادر مسلمان، نه با کسی که در خرافات بدعت ها غرق باشه، شب و روز دعوتش به طرف خرافات بدعت ها باشه، شب و روز دعوتش به باطل باشه، تو با او چی کو؟ قطع روابط نکو، چرا که در اسلام چی است؟ قطع روابط. اما هر کسی که مخالفت با الله و رسول داشت، او طرف بمازش، دعوتش بده، بیا قبول بکو، اگر نشد حالا بیا از خیش قوم قبول نمیکنه. حالا ضد انات تمام دنیا را فرا گرفته. گریه بکو، زاری بکو برش که برادر گرامی، برادر مسلمان، چرا نماز ترک کردی؟ والا فلانی اومده مرا پند میده، خودش چیز نمیگه، میای مرا پند. ضد انات بسیار زیاد است دوستای عزیز، اونقدر ضد انات است. قبول بکنید برادرت در فکری هستی که آخرتش رقم میشه، او امروز تو ضد داره که چی کاره باشه، بیای مرا بگوی چی کاره باشه، ما چه کنیم؟ میره تنفیش. ابو عبیده بن جراح، شما داستانش آگاه هستید. در جنگ زمانی که سر میخورد، امروی پدرش یک دفعه از پیشش چپ میکنه، خود دیگه دفعه سر میخوره، سرش هم میپرانه. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر که در مقابل الله و رسول میجنگید. امروز ما و شما میتونه باشیم، ولی برادر ماست، هر کسی که هست میبینیمش که مخالف اسلام است، کتش رابطه را قطع بکنیم، رابطه نداشته باشیم. رابطه ما و شما رابطه ایمانی باشه. ما تمام برادرای خدا گفتیم، برادرای مسلمان خدا، برادرای واقعی خدا،
ما برادرای مسلمان، برادرای مؤمن، برادرای واقعی میگم. برادری که از یک پدر مادر باشه که مخالفت با الله و رسول داشته باشه، او رو چی کردیم؟ او رو رد کردیم، او رو قبول نمیکنیم. هیچ دوستش هم ندارم، محبت ندارم. کسی که محبت الله و رسول رو نداشته باشه، ما چگونه میتونیم با او محبت بکنیم؟ قوم پرستی در اسلام چیست؟ مردود است. ولی چرا در محفل قومایتون ندیدم؟ در محفل قوما معصیت هست، سخنای پوچ بی‌معنا هست، در خرافات بدعت ها گرفتار هستند. ما در میان اونها چی کنیم؟ اگر برشان گپ هم میزنی، هیچ بت بریجو و قرا در روبروی تو سار هستند، بی‌فایده، هیچ قبول نمیکنن. با وجود قبول نمیکنن، رد هم میکنن، یک تاپه هم میزنن که فلانی وهابی شده، فلان فلان شده. این چی به درد میخوره؟ ما شما از الله بترسیم. اگر واقعا از الله بترسیم، از الله واقعا بترسیم، همین ترسی که از پدر و مادر و خویش و قوم و قرب و رضایتشان داریم، اگر واقعا از الله می داشتیم، امروز در این مشکلات گرفتار نمیشیدیم. دوستان، پس مشکل ما و شما در چیست؟ در است که ما در پشت رضایت مردم میگنیم. ولی فلانی مرا بد رد بگو، که بد رد بگوید. تو به حق زندگی بکو، تو به حق استوار باش. تمام دنیا که مخالفت بوده قصیش نباش، مگر به حق استوار باش. آنچه که الله و رسول گفته عمل بکو، واقعا تطبیق بکو با فامیل خود. اگر برادرت است که به حق استوار نیست، باطل است، ردش بکن. برادرای واقعی، خواهرای واقعی ما و شما کسایی هستند که با اساس دین شناخت داریم، رشته ایمانی داریم. امی رشته خونی داشته باشی که در خرافات بدعت ها غرق باشه، در معصیت الله غرق باشه، چی به درد میخوره؟ بسیاری ها میگه که والا خانه ما نمیآید، قوم ماست دعوتگر هم است، خانه ما نمیآید. ما در خانه تو چه کنیم؟ بیایم در خانه بیایم که خواندن موسیقی بلند است، یا وگویی است، گپت قبول نکنن، همیشه مخالفت داشته باشن، چی کنید؟ در اسلام عزیز همه مسلمان ها که هستن، واقعیت که میگه برادر هستیم، برادر باشین دیگه. این برادر و خواهر و یار نکشیم. اگر به حق بود قبول بکنیم، نبود ردش بکنیم. همین